سلام به همه همراهان عزیز، شماهایی که دنبال رشد، آگاهی و ساختن یه نسخه جدید از خودتون هستین. من سمیرا نوبختی هستم و اینجا کاغذ سفید جای برای نوشتن نسخه تازه از خودت. خوش اومدین به قسمت دوم از سری ویدیوهای سفر با NLP. امروز قراره با تاریخچه NLP آشنا بشیم و مهمه که بدونیم NLP کجا متولد شده. برگردیم به دهه 60 میلادی. تصور کن روی ساحل سانفرانسیسکو وایسادی، صدای موج، بوی دریا و از دور صدای گیتار میاد. اون سالها مردم دنبال رهایی بودن، دنبال ساختن جهانی تازه بودن. تو همین فضا تو دانشگاه سانتا کروز آقایی به نام ریچارد بندلر، دانشجوی فلسفه و روانشناسی، دنبال یه سوال اساسی بود، اینکه چطور میتونیم ذهن انسانها رو تغییر بدیم. اون با دو همراه وارد این مسیر ماجراجویانه میشه. آقای فرانک پوسیلیک، مردی که کودکی سختی داشته و همواره به دنبال التیام بوده، و آقای جان گریندر، استاد زبانشناسی و تحلیلگر حرفه‌ای. اونا شروع میکنن به مدل سازی درمانگرهای معروفی مثل فرید پلز، بنیانگذار گشتالت تراپی، ویرجینیا ساتیر، ملکه درمانگر خانواده، و میلتون اریکسون، پدر هیپنوتراپی مدرن. و نتیجه این بود تولد روشی نو به نام NLP، علم شناخت ذهن، زبان، رفتار و بازنویسی اونها. یکی از اصول طلایی NLP میگه نقشه همان سرزمین نیست. این جمله از زبان آلفرد کورزیبسکی اومده، پدر علم معناشناسی عمومی. اون باور داشت ما دنیا رو اونطور که هست نمیبینیم، بلکه اونطور که ذهنمون تفسیر میکنه درکش میکنه. پس معناشناسی نظریه عمیق و علمیه که میگه ما انسان‌ها دنیا رو از طریق زبان، نمادها و برداشت‌های ذهنمون تجربه میکنیم، نه خود واقعیت رو. پس اگه زبان و برداشتامون اشتباه باشن، درکمون هم اشتباه میشه. و این دقیقاً جاییه که NLP وارد عمل میشه، شناخت و اصلاح نقشه‌های ذهنی ما. نوام چامسکی، زبانشناس بزرگ، با نظریه متا به NLP کمک کرد تا مدلی رو بسازه برای شکستن محدودیت‌های زبانی و فکری. و در NLP تو یاد میگیری اون چیزی که فکر میکنی واقعیته شاید فقط برداشتت باشه، و اگه نقشه رو تغییر بدی دنیا هم تغییر میکنه. حالا میرسیم به یکی از دردناکترین الگوهای ذهنی، دابل بایند یا گیر افتادن در دو پیام متناقض. مثلا مادری بچه‌ش رو بغل میکنه و همزمان هم بهش میگه که خوشحالم میبینمت ولی ناراحت شدم که دیر کردی. این بچه گیج میشه، بخنده، ناراحت باشه، عذرخواهی کنه و ذهنش کم کم یاد میگیره به خودش شک بکنه. در بزرگسالی هم این تله ها تکرار میشن که خودت باش ولی این شکلی نه، آزاد باش ولی چرا این فکر رو کردی، دوستت دارم اما همیشه اذیتم میکنی. و NLP بهت کمک میکنه این تضادها رو بشناسی، نقشت رو بازنویسی کنی و دوباره سالم و آزاد زندگی کنی و ارتباطات بهتر و قشنگتری بسازی. افلاطون قرنها پیش داستانی گفته که هنوز وقتی میشنویم نفس آدم رو میبره. تمثیل غار، شاید شنیده باشیش. تصور کن از بدو تولد توی یه غار تاریک بودی، دست و پات رو زنجیر کردن و بستن و فقط سایه های روی دیوار رو میبینی. اون سایه ها میشن تمام واقعیت تو. اما یه روز یکی از اون زنجیرها آزاد میشه، میای بیرون از اون غار. اول نور چشمت رو میزنه ولی کم کم میفهمی تمام اون چیزی که دیده بودی فقط سایه بوده، نه حقیقت. افلاطون میگه اون فرد باید برگرده بقیه رو هم آزاد کنه، حتی اگر باور نکنن، حتی اگر بهش بخندن. حالا این داستان از زبان NLP. اون غار ذهن شرطی شده و بستته، زنجیر باورهای محدود کنندته، سایه ها ادراکهای ناقص از دنیان و نور آگاهی، آزادی و حقیقته. با NLP میتونی از غار ذهنیت بیای بیرون، با ابزارهایی مثل ریفریمینگ، مثل متا مدل، مثل تغییر باورها، بازنویسی ناخودآگاه. پس دوست عزیز، تو محکوم نیستی همونی بمونی که بودی، تو محصول گذشتت نیستی، تو طراح آینده‌ای. NLP یعنی نقشه‌تو عوض کنی، نقشه‌ای که پر از سایه بوده رو بذاری کنار و نقشه جدیدی بسازی با نور.
اگه این قسمت به دلت نشست سابسکرایب کن، لایک یادت نره و تو کامنت ها برام بنویس کدوم قسمت از زندگیت توی سایه ها مونده و الان وقتشه که ببریش توی نور. تا جلسه بعدی هم با خودت مهربون تر باش و یادت نره تو میتونی همیشه از نو شروع کنی و اینجا جای تو.